بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ سوریه، ملل قدیم مشرق، بخش دوم، عبریها، از کتاب تاریخ جهان، جلد اول، پیش از تاریخ تا قرن 16، مؤلف دولاندلن، ترجمه احمد بهمنش. عبریها که از نژاد مدیترانه‌ای بودند و مانند فنیقیان به زبان سامی سخن می‌گفتند، در آغاز از اقوام بیابانگرد بین النهرین و عربستان به شمار می‌آمدند و به تدریج به نواحی غربی و مخصوصاً ناحیه سینا متوجه شدند. آنها به قبایل چندی تقسیم شده و منحصراً از طریق پرورش خر و بز و گوسفند زندگی می‌کردند و بیشتر وقت آنها به جنگ‌های داخلی یا جنگ با همسایگان می‌گذشت. آنها نیز به خدایان متعدد عقیده داشتند و پرستش توتم‌ها و احترام به ارواح که آمیخته با ساحری و پرستش اشیاء بود در بین آنها رواج داشت. در نظر آنها پاره‌ای از حیوانات مقدس یا حرام و ناپاک بود و خوردن آنها امکان نداشت، مانند خوک. و مراسم مذهبی آنها با انجام نمازهای مخصوص، سرودها، رقصها و قربانیها و برگزاری جشنهایی مانند عید فصح صورت می‌گرفت. برخی از قبایل یهود ظاهراً همراه با هیکسوس‌ها به سرزمین مصر قدم گذاشتند، منتها چون مورد آزار و شکنجه بودند از مصر گریخته در شبه جزیره سینا به همکیشان و هموطنان خود پیوستند و در همین زمان موسی ظهور کرده حدود 1500 اقوام یهود را به اتحاد با هم واداشت و مذهبی ملی برای آنها آورد. از این پس تنها خدای آنها یهود بود و سایر مراسم و معتقدات مذهبی از بین رفت. منتها باید توجه داشت که این مذهب هنوز توحید واقعی نبود، چون به وجود خدایان ملت‌های دیگر هم عقیده داشتند. پس از موسی، عبریان به تصرف فلسطین که مسکن کنعانی‌ها، یعنی اقوامی که از حیث نژاد و زبان با آنها خویشی داشتند، پرداختند و پس از مدت‌ها جنگ به زحمت قسمتی از آنها را به اطاعت درآورده و خود در بین آنها ساکن شدند. علت کندی پیشرفت عبریان در جنگ ناآشنایی آنها با فن محاصره بود. گذشته از این، هر قوم جداگانه به جنگ می‌رفت و فرماندهی که عنوان داور داشت آن قوم را رهبری می‌کرد. سرانجام دو قوم معروف این قبایل، یعنی قوم شمعون و لوی، از بین رفتند و 11 قوم دیگر مذهب و برتری خود را بر دیگران تحمیل کردند. پس از این پیروزی، جنگ‌های تازه‌ای علیه اقوام جنوب و مشرق که خویشی و قرابتی با هم داشتند، مانند عمالقه، ادومی‌ها، موآبی‌ها و امونی‌ها، علیه فیلیستن‌ها که از راه دریا وارد فلسطین شده و ظاهراً از مردم اژه و از کرت گریخته بودند در گرفت. لزوم مقاومت در برابر این دشمنان عبریان را بر آن داشت تا در شکل حکومت خود تغییری بدهند و حکومت سلطنتی را بپذیرند. این کار به علت حسادت اقوام و قبایل با یکدیگر آسان نبود و تلاش گدعون از قبیله مناسه و یفتاح قبیله گاد در این راه به جایی نرسید، ولی شاول قبیله بنیامین توانست دشمنان ملت خود را به اطاعت وادارد و به این ترتیب بر تمام عبریان حکومت کند. وی در جنگ با فیلیستن‌ها به قتل رسید. پس از چند سال جنگ‌های داخلی، داوود که از قبیله یهودا بود، پادشاه همه عبریان شناخته شد. وی اورشلیم را گرفته آن را به پایتختی برگزید و پس از غلبه بر اقوام مجاور آنها را خراجگزار خویش کرد. با وجود قیام‌ها و منازعات خانوادگی، سلطنت او توأم با افتخاراتی برای قوم یهود بود. داوود در سال 1014 درگذشت، پسرش سلیمان جانشین او شد و سلطنت او
که دوره پیشرفت فوق‌العاده عبریان محسوب می‌شود به آرامی گذشت. سلیمان معبد اورشلیم را بنا کرد، با دولت سور و مصر روابط دوستانه داشت، ارتش و مالیات‌ها را به صورت منظمی درآورد، بازرگانی را توسعه داده، از هنر و هنرمندان حمایت کرد و در دریای سرخ نیروی دریایی قابل ملاحظه‌ای به وجود آورد. مذهب در نظر عبریان نقش اساسی و عمده‌ای داشت و با آنکه هنوز عده‌ای از آنها تمایل به پرستش بت‌ها داشتند، ولی مذهب راه تکامل پیمود تا آنکه به صورت یکتاپرستی صحیحی درآمد. خدای واحد آنها، یهوه، حمایت قوم خود را به عهده داشت. عبریان برای او تجسم مادی و شکل انسانی قائل بودند، ولی هرگز مجسمه‌ای از او نساختند. مراسم ستایش یهوه در اورشلیم، یعنی مکانی که تنها معبد آنها در آن قرار داشت، انجام می‌گرفت. ادبیات آنها اصولاً جنبه مذهبی داشت و مشتمل بر نماز و نیازها، سرودها، داستان‌هایی درباره آفرینش، طوفان و شیوخ بود. به تدریج اشعار سیاسی و میهنی که بسیار مهیج و شورانگیز بود و سپس حکایات تاریخی منثور بر آن افزوده گشت. اغلب این متون بعدها جمع‌آوری و قدیمی‌ترین مباحث تورات از آنها تشکیل شد. سلیمان در سال 935 از دنیا رفت و نارضایی مردم از مخارج گزاف و استبداد زمان او ظاهر شد. پس از او قبیله یهودا و یک قسمت از قبیله بنیامین رهبعام پسر سلیمان را به پادشاهی پذیرفتند و سایر قبایل یربعام را به سلطنت برداشتند. دولت اسرائیل از قبایل اخیرالذکر به وجود آمد. پایتخت آن سیشم و بعدها ساماری بود. تاریخ و سرگذشت این دولت حاوی جنگ‌های طولانی و شورش‌های مذهبی یا سیاسی است. در این دوره جنگ با اقوام همسایه جنوب و مشرق و همچنین با دولت دمشق تجدید شد و به زودی آشوری‌ها نیز خود را آماده گشودن کشورهای مجاور کردند. سرزمین فلسطین چند بار مورد هجوم آنها قرار گرفت و در سال 721 ساماری را به تصرف درآورده دولت اسرائیل را از بین بردند. ولی دولت یهودا به پرداخت خراج گردن نهاد و در سال 586 به دست بابلی‌ها منقرض شد و عده زیادی از مردم آن به اسیری به بابل رفتند. پس از سقوط بابل، یعنی در سال 539، پارس‌ها به عبریان که به اسرائیلی و یهود نیز معروف می باشند اجازه بازگشت به فلسطین و تجدید بنای معبد خویش را دادند. در این دوره ادبیات عبری پیشرفت فراوان کرد و در همین ایام پیغمبران یهود آموس، اشعیا، ارمیا و حزقیال با بت‌پرستی جنگیده احساسات میهنی آنها را تقویت کردند. تدوین سفر تثنیه و کتاب پادشاهان به همین زمان منسوب می باشد.